یخهای مناسبت آب می‌گشایند. رئیس جمهوری ترکمنستان ماه اپریل به تاجیکستان می‌آید. باز در نزدیکی کولی سرز در تاجیکستان زمین جنبی رخ داد. وضع سیاسی در گرجستان متشنج می شود. در تظاهرات ضد قانون اگنت خارجی ده نفر را پلیس بازداشت کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اطلاع داد که سفر دولتی سردار بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان در نیمه اول ماه اپریل پیش بینی شده است. این اولین سفر سردار بردیمحمدوف به تاجیکستان در مقام پرزیدنت ترکمنستان می باشد. سراج الدین مخرالدین وزیر کارهای خارجی روز 8 مارس در دوشنبه با همتای ترکمنش رشید میریدوف دایر به آمادگی‌های این سفر صحبت کردند. منبع می‌افزاید جانب‌ها مسئله‌های مهم مناسبت‌های دو کشور را در بخش‌های سیاسی، اقتصاد و گومانیتری بررسی کردند. سراج الدین مخرالدین و رشید میریدوف همچنین درباره آمادگی به واخوری پنجمین جشن مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و جلسه نوبتی شورای سران کشورهای مؤسس فاند بین المللی نجات ارال صحبت کردند. قرار است این واخوری در ماه سپتامبر سال جاری در پایتخت تاجیکستان برگزار شود. سفر سردار بردیمحمدوف به تاجیکستان در حالی صورت می‌گیرد که رابطه‌های دو کشور در سالهای اخیر شیب و فرازهای داشته است. در سال 2019 ترکمنستان به حرکت ماشین‌های بارکش تاجیکستان از قلمروش مانع ایجاد کرد. در سالهای بعدی این مشکل حل شد و مناسبت‌های دو کشور رو به گرمی آورد. برخی کارشناسان آن زمان سردی مناسبت‌ها را با بعضی ناروشنی‌ها در طرح ساختمان راه آهن ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان ربط دادند که چنین عامل می‌توانست سبب رنجش اشغابات شود. ترکمنستان سال 2016 مطابق سازش قسمت 88 کیلومتری این راه را در قلمروش ساخت، اما از جانب تاجیکستان در این سمت پیشروی‌های نظررس صورت نگرفت. در ناحیه مرغاب ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان زمین لرزه نوبتی به قید گرفته شده است. در این باره متخصصان مرکز سیسمولوژی وزارت حالت‌های فوق‌العاده ازبکستان خبر دادند. زمین لرزه صبح امروز ساعت 6:37 به وقت محلی احساس شده است. شدت تغییرات 4.8 بال را تشکیل داد. چخوری زمین لرزه در مسافه 100 کیلومتر از سطح زمین بوده است. قابل ذکر است که زمین لرزه در منطقه مرغاب در نزدیکی کولی سرز رخ داده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده جمهوری تا حال درباره تلفات خبر نداده است. طی چند هفته اخیر تقریبا هر روز در قلمرو تاجیکستان لرزش‌های زیرزمینی رخ می‌دهند. زلزله با 7.3 درجه صبح 23 فوریه در نزدیکی مرغاب رخ داده بود. به گفته کارشناسان زمین لرزه ماه فوریه در تاجیکستان به زمین لرزه‌های ترکیه و سوریه ارتباط دارد. جغرافیای تاجیکستان در آینده دراز در دوام صدها میلیون سال منطقه از جهت سیسمیکی فعال باقی میماند. عکسی ضد لایحه‌های قانون درباره اگنت‌های خارجی در تفلیس گرجستان برگزار شد. شرکت کنندگان از خیابان مرکزی به نام شاطر رستویلی تا بینای پارلمان راه رفتند. در گرجستان نیروهای ویژه برای پراکنده کردن اعتراضگران علیه تصویب قانون درباره اگنت‌های خارجی از ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور استفاده کردند. در نزدیکی بینای پارلمان واقع در خیابان شاطر رستویلی میان نیروهای ویژه و تظاهرگران زد و خورد به عمل آمد. عکسی ضد لایحه‌های قانون درباره اگنت‌های خارجی در نزد بینای پارلمان در مرکز تفلیس بعد از ظهر 8 مارس آغاز شده حدود 100,000 نفر را گرد هم آورد. گرد هم آمدگان از مقامات طلب کردند که قانون درباره اگنت‌های خارجی را لغو کند و همه آنهایی را که در عملیات شب گذشته بازداشت شده اند رها کنند. طبق بعضی گزارش‌ها در تظاهرات از 30 تا 50,000 نفر شرکت کردند. اعتراضگران اینچنین با استفاده از قطعه‌های پرتاب و کرسی‌ها باریکادها ساختند. در جریان تظاهرات تظاهر کنندگان به سوی نیروهای ویژه به پرتاب اشیاءهای گوناگون شروع کردند. آنها نیز ماشین خدمات ویژه را چپه کرده آتش زدند. در پاسخ پلیس برای پراکنده کردن تظاهر کنندگان از ماشین‌های آبپاش، گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صداناک استفاده کرد. حبس‌های عمومی وجود دارند.
گفتنی است روز سه‌شنبه پارلمان گرجستان طرح قانون درباره آژانس‌های خارجی را در قرائت اول قبول کرد. مخالفان ادعا دارند که تصویب این طرح‌ها دورروی مستقیم از مسیر غربگرایانه است و با یک هدف جلوگیری از گرفتن مقام نامزد به عضویت اتحادیه اروپا از گرجستان خدمت می‌کند که نقض قانونی اساسی گرجستان است.